محرک کشتی از کار مانده بود و کسی آن را باید تعمیر میکرد. به همین خاطر نفری را که 40 ساله تجربه کاری داشت آوردند. او محرک را از پایان تا بالا بسیار با دقت تشخیص کرد. بعد از جزدانش بلغه میدهکی را برآورد. او با احتیاط به جای معینی محرک زد و محرک در حال به کار درآمد. محرک تعمیر شد. بعد 1 هفته استا برای حق کارش از مالکان کشتی $10,000 مبلغ خواست. چقدر؟ گفتند مالکان. شما قریب هیچ کاری نکردید، به ما حسابات پورا روان کنید. او در جواب تنها گفت با بلغه گفتن $2. دانستن آن که به کجا باید گفت $9,998. هیچگاه نباید تجربه را نادیده گرفت.